با درود دوستان عزیز، به برنامه شب هنگام خوش آمدید. برای شما یک چند شعر از استاد لایق شیرعلی رو میخواهم قرائت کنم، یعنی که مادرنامه استاد لایق را. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یکتای مادر. زمین را هر قدر چون مال میراثی میانی هم بسا تقسیم کردند. زمین را قطعه قطعه هر قدر فرزندگان تو برای همدیگر تقدیم کردند. ولی یک روز دانستند زمین قسمت نخواهد شد. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یکتای مادر. زمین را هر قدر چون مال میراثی میانی هم بسا تقسیم کردند. زمین را قطعه قطعه هر قدر فرزندگان تو برای همدیگر تقدیم کردند. قسمت نخواهد شد. زمین و آسمان، خورشید و مه، مثل دل تو، مثل مهر تو، میان کودکان قسمت نخواهد شد. همه خورشید و مه دارند، همه با خود زمین و آسمان دارند، ولی اصلا مه و خورشید، ولی اصلا زمین و آسمان مانند تو یکتای و تنهایند. چنان که هر کسی را زادگاهی هست، ره سرمنزل میعادگاهی هست، ولی بهر همه مادر وطن یکتاست. تو هم از بهر ما مثل وطن یکتایی ای مادر. تو یکتایی و در هر جا، تو تنهایی و تو با ما. تو آبستن، توی آبستن شادی، توی آبستن غمها. توی آبستن امروز، توی آبستن فردا. زمین و آسمان، خورشید و مه، مادر وطن از آن عزیز هستند که به همتا و یکتااند. هر آنچه بیش از یکتا بود چندان مقدس نیست. تو مانندی زمین تنهای مادر، تو مانندی زمین یکتای مادر. در آن ساعت که دلگیرم، کجای مادری پیرم. بیا بنمای تدبیرم که در گرداب تقدیرم. سرم خواهد نوازش های دستان تو را امروز، دلم خواهد نگاهی گرم چشمان تو را امروز. دلم خواهد دعایت را، دو دستت را چو دو بال پرستوها به سوی قبله بگشاده، خدا را از فلک ها بر زمین خوانده. گسیلم کرده ای بر راه های دور، سپس از پشت من گریسته ای در خود فرو مانده. چی می پرسی؟ تو از من بیشتر می دانی دنیا را و قسمت را. تو از من بیشتر می دانی صبح و شام دولت را. ولی من هر قدر از حکمت دنیا سبق خواندم، کتاب کهنه و نو را چو بالین زیر سر ماندم. فزون از تو جهان و زندگانی را ندانستم، کشش های زمین و آسمانی را ندانستم.
ندانستم که در 100 سالگی هم باز همچون کودکی پرپیچ خواهم بود. ندانستم که بعدی شیر پاک تو فقط افسوس خواهم خورد. زمین و آسمان من توی مادر، جهان بیکران من توی مادر. در این دنیا که بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر. دلم را در جهان جز تو کسی بهتر نداند. بهین هم داستانی من توی مادر. ز رویت نور میبارد بر روی زندگانیم، چراغ دودمانی من توی مادر. زبان مردمی آموختی نه درس صرف و نحو، هم استاد زبانی من توی مادر. گرم شاعر نمیزادی کجا من شعر میگفتم، غزلهای روانی من توی مادر. سرودی اولینی من، سرودی آخرینی من، سرودی جاویدانی من توی مادر. در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است، کار دنیا همه در پیروی کار زن است. نیست جز بار خسان بار که مردان بکشند، غم دنیای نو و کهنه همه بار زن است. ای که دیدار جهان دیده و برخورداری، دان که دیدار جهان لذت دیدار زن است. روز از خنده او روشنی گیرد تا شام، ماه شب شعله از دیده بیدار زن است. آسمان را نبود آن همه رفعت که براست، گل و گلزار زمین یک گل و گلزار زن است. میپزد ز آتش عشقش نه عاشق خام، نه همه مرد خریدار سزاوار زن است. رود زیر زمین یا به فلک خیمه زند، هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. مادری خوش نظرم، نظرم هدیه توست. اثر دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز دراز، مادری مشت پرم بال و پرم هدیه توست. خاکساری تو آنقدر مرا کرد بلند، که همه قدرت کیهان گذرم هدیه توست. در ره من همه دم دیده تر داشته ای، در ره من همه دم دیده تر داشته ای، که از آن دیده تر شعر ترم هدیه توست. عقل تو کوته اگر گفت کسی کوتهی کرد، چون تکاپوی رهی دورترم هدیه توست. عجب این است که زن را همه خوانند ضعیف، با ضعیفیت همه کر و فرم هدیه توست. پاشکسته همه گویند زن و مادر را، من گواهم که ز پا تا به سرم هدیه توست. آفریدی تو مرا تا ز جهان بهره برم، آفریدی تو مرا تا ز جهان بهره برم، بهره بردن ز همه بحر و برم هدیه توست. من به جای تویم ای مادری برجا مانده، من به جای تویم ای مادری برجا مانده، دیده روشن فردانیگرم هدیه توست. سوال از مادری تاجیک:
مادری تاجیکی من، ای مادری بسیار فرزند، در مقام اولی در سلک زادن، در مقام اولی هم نیز در فرزند مردن. زادنت آیا برای آه و افغان کردن است؟ زادنت آیا برای داغ قسمت بردن است؟ زادنت آیا برای خویش را افسردن است؟ زادنت آیا برای مردن است؟ شاد بودم من اگر کودکانت از طفولیت به علیت رسند. شاد بودم من اگر کودکانت تا به مردن بر الوهیت رسند. چشم نگشوده بر روی این جهان، چشم نگشوده بر روی این جهان، چشم می پوشد بر روی این جهان. زادنی آدم اگر عیدی جهان نیست، پس جهان چیست؟ پس جهان نیست، یا جهانی آدمان نیست. قصیده مادر. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست و دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از اللهای مادر. گر شعرک سرودم از بود و از نبودم، در طینتم سرشته سوز و نوای مادر. آغاز آفرینیش در رحم اوست، از این رو صد داستان براید از یک هجای مادر. من یک نفس نباشم به یاد ذات قدسش، از سرسپردگانم جانم فدای مادر. از سطوت و شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم می کنم باز در پیش پای مادر. خیره بر آن کسانم کز خویشتن رضایند، یک بار ناشنیده حرفی رضای مادر. غافل از آن که خورشید از شرق بر نخیزد، باشد طلوعگاهش از خاک جای مادر. گردون صفا ندارد چشمش ضیا ندارد، گر در زمین نباشد نور و ضیای مادر. دنیا بقا ندارد اما برغم صد مرگ، باشد بقای عالم محض بقای مادر. ماند زمین ز سیران افلاک هم ز دوران، گر یک نفس نجنبد دست سخای مادر. دنیا چه نارسا بود، هستی چه ناسزا بود، خلاق گر نمی بود مهری رسای مادر. تابد زمینی پهنا چون دشت خشکسار، اشک اگر نریزد از دیده های مادر. یک اختر نرخشد در طاق چرخ مینو، به شعله نگاهی طالع نمای مادر. به انتهاست دنیا از آنکه سوی نیکی، هیچ انتها ندارد هیچ ابتدای مادر. جز چار درد زادن دردی دیگر نخواهد، از چار سمت دنیا آید صدای مادر. شاه و گدا نمانده در عهد ما، ولیکن مردن جمله شاهان آخر گدای مادر. غمخوار و غم شریکان از موی سر زیادند، اما بر روز سختی خالی است جای مادر. گر شاعران عالم یک جا مدیحه گویند، یک بیت هم نه ارزد اندر ثنای مادر. از مرمر و زبرجد گر پیکرت تراشند، کی می کند تجسم رنج و عنای مادر. فرزندگان خامش کیهان کشایی کردند، از یک نگاه دلکش
یا دلکشای مادر. طفلان غرق گنجش دریافتند آخر، دنیا جوی نه ارزد اندر بهای مادر. در جنگ های دنیا امیدهاش مردند، جاوید لیک زیستند امیدهای مادر. درد و بلای دنیا بگرفت مادر زار، نگرفت لیک دنیا درد و بلای مادر. گاها جفا کند تا آدم شویم الها، دیگر جفا نماند غیر از جفای مادر. تا یک شوند خلقان در زیر چرخ گردان، بینید یک کتازان قدی دوتای مادر. غمناک و خاک بر سر زانم که هفت دریا، از گریه چون نکوشد روزی عزای مادر. نصیحت مادر. مادرم می گفت دایم وقت خواب کن، البته با پهلوی راست. آن همه کاری که نیت می کنی سر بکن با قوه بازوی راست. نان را دایم به دست راست گیر، پوش اول آستین راست را. گر ببندی عهد دست راست ده، دست چپ نه خیر دارد نه بقا. خرد بودم بیخبر بودم هنوز، فرق بین دست چپ و راست چیست؟ خواب کردن سیر بودن مدعا در دست چپ و راست نیست. بعد فهمیدم مراد مادرم زین نصیحتهاش دیگر بوده است. با چنین پند و نصیحتها به من راستی را تربیت بنموده است.